این معجزه‌های رقمی در قرآن کریم شما را در حیرت می‌گذارد. کلمه ماه در قرآن 12 مرتبه و کلمه روز 365 مرتبه ذکر می شود. در حقیقت در یک سال زمین در اطراف محور خود 365 مرتبه چرخ زده، ماهتاب در اطراف زمین 12 مرتبه چرخ می زند. زمین 13 مرتبه ذکر می شود و آب 32 مرتبه. در عموم آب و خشکی 45 مرتبه ذکر می شوند و ما از این اگر فایز آب یا خشکی را براریم همان فایز می براید که ما الکی از گئوگرافیا می دانیم، 71 فایز و 29 فایز. کلمه های مرد و زن 23 مرتبه ای ذکر می شوند. این در عموم به عدد خروموسوم های آدم موافق می آید که آن را آدم 23 تایش را از پدر و 23 تایش را از مادر قبول می کند. اینها قسمی کوچک بودند از تمام معجزه هایی که در قرآن آورده شده اند.